سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید بر یک درس دیگری از جاوا اسکریپت. پیش از شروع درس ما میخواستم با شما یادآوری کنم که اگر اولین بار است در کانال ما وارد میشوید لطفاً آبونه شوید و زنگوله را زیر کنید تا اینکه از درس های نو ما با خبر گردید. و درس امروزینه ما میخوایم بیاموزیم که چخیل ما فایل جاوا اسکریپت مونه در با همراه نوت چیکار میکنیم رن میکنیم. و در شروع شما نیاز دارید که کناپکه ویندوز ار را یک جای بچخین. وقتی که شما ویندوز ار را بچخین با شما چی اینه اکنو شده میشوه و در اینجا چی CMD شما می نویسین. وقتی CMD می نویسین اینتر میچخین با شما کاماند لاین شده میشوه. من کمتر پیش میبرم تا اینکه خوبتر بینیم. وقتی که کاماند لاین به شما کشاده شد شما چیکار میکنین در اینجا همون فایلی که به همون پاپکایی که در درونش فایل جی اس مون هسته در اینجا اگر از نگاه کنیم در پاپکای جی اس بیزیک و درونی جی اس در همین پاپکای اپ نقطه جی اس مون که ما همون را میخوایم رن کنیم برای همون ما باید در این همین فایل اول در این همین پاپکا بریم. برای همون چیکار میکنیم cd مینویسیم و ما در کجا گرفته بودم در دکومنت مانده بودمش در درونی کد نویس درونی پروژکت و درونی جی اس بیزیک. وقتی درونی جمع درام و با cd می نویسم درونی باید حاضمه در درونی پاپکای جی اس بیزیکم و میخوام درونی پاپکای جی اس مون بدارم برای که فایل مون در هم درونی پاپکا جای گیره اینه اگر چه خیلی شما دستین. و وقتی که اگر بخوام مجدرم باید چیکار کنم cd js بنویسم. وقتی می نویسم درونش میدارم و در اینجا اگر ما دیر بنویسم نشون میده که در درون همه پاپکای js چه چیزا هسته. در اینجا چه خیلی شما دستین در اینجا نامی اپ نقطه js مرا شما دسته که همجا ده هسته و حاضی ما چیکار میکنم همه را میخوام با واسطه نوت رنش کنم. ما اول شما را در درس یکم نشون داده بودیم که یکی جا برین نود استنوید کنین اسکچت کنین و اگر شما کدگی باشین خیلی ساز اگر نکدگی باشین برگشته رفته همون را استنوید کنین اسکچت کنین و بعد دوامش تماشا کنین. مثلا که آیا در کامپیوتر ما مستند شده نود یا اینکه نه. وقتی نود می‌نویسیم تیره و ورسیش می‌بینیم چقدر شما دسته ورسی 14 16 یکش دما مستند کرده شده. اگر بخوام با واسطه نود ما فایل اپ نقطه جی اس ما رن کنم باید ما چیکار کنم نود بنویسم و بعدش نامی همو فایل ما اپ نقطه جی اس. چخیلی که شما دستین در اینجا سلام به همه برآورد چیزی که در اینجا نوشته بودیم. اگر حاضر سلام به همه باید دیگه شما چند تا که بخواین شما میتونید در فایل جاوا اسکریپتون کنسول نقطه لاگ بنویسیم. اینجا مثلا کد نویس بنویسیم. وقتی که برمیگردیم از سر در کنسولمون چی میشه کنسول ترمینال کامپیوتر ده وقتی با از سر نوت اپ نقطه جی اس بنویسیم چقدر که شما دوستین اول میگه سلام به همه و بعد در پایانش چی کد نویس. و یک راه دیگری آسانتر برای شما میتونم شما دیگر نیاز نداره هر بار ترمینال کنسولی خود ویندوز بکشین. شما ایره خاموش میتونین کنین و در این اینجا چقدر دستین ترمینال نوشته. ترمینال نیو ترمینال وقتی میچخین در پایان چی همین برنامه ویژوال استودیو کد ترمینال هم میکشه برای شما و همو پاپکای دکی اوزی کد شما هسته چقدر که شما دستین. اگر بخوایم که همین اپ جی اس مون رن کنیم چیکار میتونیم کردن نود مینویسیم و نام اول پاپکمون جی اس و بعد چی اپ نقطه جی اس. خیلی که شما دستین او کن در کنسول ویندوز وقتی که من نوشته بودم پروست نود نقطه نود و اپ نقطه جی اس برای چی بود برای که او وقت ما در درونی پاپکای جی اس بدم حاضر فقط در درونی پاپکای جی اس بیزیکم برای همون نیاز دارم که اول نام پاپکم بدم و بعد نام همون فایل را که میخوام رنش کنم. و
چقدر که شما دیدین همه جوابا رو ما درجه گرفتیم. ما کمتر دیگه پیشتر میکنم برای شما تا اینکه خوبتر ببینید. اینجا رو محکم میکنیم. چقدر که شما دیدین درجه سلام به همه و کد نویس نوشته شده. همون چیزایی رو که درجه ما نوشتگیم و امیدوارم که درس به شما فهم آمد و شما یاد گرفتین که اگر فایل جاوا اسکریپت رو خواهید که با نود رنش کنید خیلی کنید و تا درس دیگر خدا نگهدار.